چا خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه. تو این ویدیو قراره که من فول آیرون بشم و بچه خوشبختانه چیز من درست شد. چی میگن؟ مشکل ماینکرافت من درست شد و فقط حجمش زیاد بود. بچه من اینجا رو کندم. خب دیدید که تا اونوری شدم چیز شد، سیاهی اومد و گفت که خیلی حجمت زیاده و من یکم کندم، رفتم جلو، دیدم چقدر آیرون هست. آیرون ها رو ببینید. من اینا رو نکندم که بیایم فول آیرون شدنمو بهتون نشون بدم. بچه من موقع اینجا رو نکنده بودم، ولی وقتی یکم کندم و رفتم جلو دیدم آیرون هست. بعد اونا رو من نکندم، اومدم ویدیوشو براتون گرفتم، یعنی گرفتم که دارم میگیرم. بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما دکمه لایک رو بزنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید تا هر وقت ویدیوی جدید میذارم چنلمون بهتون خبر بده. تا اولین نفری باشید که بیاید ویدیومون رو میبینید و آره دیگه. خلاصه من ویدیوی قبلی ها رو دیدم، هر دوتاشون فقط یه دونه لایک خورده بودا. لایک کنید بابا دیگه، لایک کنید بچه ها. لایک ها رو اصلا باید بهتره کنید. وگرنه من ویدیو بزنم مثلا لایک بخوره که به درد نمیخوره آخه. اصلا کیف نمیده که. بچه تو ویدیوها دیدید مثلا مشعل رو میذارم به جای سپر. خب من چرا نمیتونم؟ میخواستم این کار رو انجام بدم ولی دیدم نمیشه اونو بذارم. اگه میدونید حتما برام بگید. او کجا بود؟ گم کردم. اینا من باید برم بالا بپزم آیرون ها را بپزم. خب چه کاریه؟ من الان خب میرم یه چیز بهتر انجام میدم. خب چه کاری است این؟ یه اجاق گازم میخواد. این اجاق گازه رو بکنیم. حالا بعدم میذاریمش. ولی حالا تنه درخت رو چیکار کنیم؟ الان میریم از بیرون بریم از بیرون بکنیم. اینا هم واسه خودش مشکلاتی داره بچه. خب بریم بالا و شب نمیدونم. آره دیگه تقریبا شب بود دیگه، همون شب.
بریم چوب بکنیم که از تنش به عنوان که نه اجاق گازه رو بذاریم و اجاق گاز همون سریع رو درست کنیم. بله 64 تا آیرون. اوه قطعا فول آیرونم رو شدم. قطعا فول آیرونم رو شدم. قطعا حتما یا قطعا. اشتباهی شد. بریم توش اینا رو بپزیم. بچه مگه با زغال میشه چیزی چیز کرد؟ چیزی پخت؟ او مای او مای گاد بچه ها من فهمیدم که یادم اومد که فقط مثلا از این اجاق گازا فقط میتونه آهن و این چیزا رو بپزه. ما مثلا فقط واسه غذا و این چیزا فکر کنم سریه، چون من وقتی ویدیو نمیگرفتم این کار رو انجام داده بودم، از اینا ساخته بودم، از این سریا دیدم همچین چیزایی نمیشه. نمیدونم چیا بود، فکر کنم ولی آیرونم نمیدونم. آره فکر کنم ولی شیشه بود. نه شیشه رو که فکر کنم خوب میکرد، خوب درست میکرد. ببینیم. آره نمیکنه دیگه. گوش که ایشالله میکنی. آره میکنه. گوش خدا رو شکر میکنه. میپزد. بچه عجب روشی. ولی نه روشی که نه، خودش اول کاری یه دونه چوبو از دست میده. من میزنم اینور، باز خوب اولاش میره دیگه. ببینید آره میره. حالا این چون آخرش بود چیز نشد دیگه. گوش بخوریم استیک. شیشم اومدم دیدم که تو نمیشد دیگه. تا موقع ما یه چیزی برداریم بریم خوشگل کنیم چیزا حداقل. و طبقه پایین خونمونو خوشگل که نفس چیزی ندارم که آخه بخوام خوشگلش کنم.
چیکار کنم آخه؟ نمیدونم. ما دونه بکنیم فعلا تا ما دونه که از این چیز بکنیم که دونه میده. نمیدونم علفه، نمیدونم میگم برز یا ارز، نمیدونم حالا هرچی دونه میده. ولی یه پلیر نوبم دیگه اینو میدونه دیگه. ولی من بخواستم بدونم فقط اسمش چی بود. نمیدونم علف چیه، ارزه، اصلا نمیدونم علف ارز یکیه، علف ارزه، نمیدونم چیه با علف ارز مگه با علف فرقی داره؟ نمیدونم اصلا نمیدونم علف ارز چی هست. ولی باز دیدم ارز به علف میاد گفتمش. 10 تا دونه دارم بازم، ولی نیاز دارم. حس کردم یه چیزی اینجا حرکت کرد تو ماینکرافت. اگر نه خب تو واقعیت که الان چیزی حرکت نکرد. خب بریم بقیه آیرونا اونو برداریم. بچه مشکل من اینه که من کم چوب دارم. مهمترین مشکل من اون صندوق که من نیاز ندارم. پس میرم میکنمش، میذارم که چیزامون بپزه. آیرونامون این نبود، داره حواسم نبود. تا ما بریم تا با این 25 تا، نمیدونم 25 تا چند تا، بریم چند تا چیز نیست واسه خودمون بسازیم. به
بریم چوب بکنیم بیاریم واسه نمیدونم چی بود خواستم انجام بدم. بچه‌ها شب خداحافظ. بریم بخوابیم ببین. او اسکلتون اب نداره میریم میکشیمش بابایا. اسکلتون کشتنش که واسه من ایزیه. دیدید؟ خب حالا بریم چوب بکنیم دیگه. آره وایسا دیگه مرغی. واسه من لیوان داشتم بذار حداقل برم. بریم داریم بچه یه فکر متفکرونه دارم. متفکرونه پیو. آها چرا نیومد؟ آبمون بچه خیلی دیر میاد. بردار دیگه اصلا این بار بازی لگ زده. هنگ کرده. همینطور که میبینید بازی هنگش رفت. نمیدونم حالا شما لگ میگید هنگ میگید نمیدونم. بچه هنگه دیگه مگه نه یا هنگه بابا یا هنگه. آره خب ما اینجا زمین کشاورزیمون رو درست کنیم. اول 64 تا خاکمون بریم این زمین رو صاف کنیم. فقط تو این ویدیو من زمینش رو صاف میکنم چون وگرنه الان 18 دقیقه شده. همینطورش فقط تا این 3 تا صاف میکنم زمینو. وگرنه میخواستم کلشو بکنم. نمیدونم فکر کنم. آره نمیدونم فکر کنم. نمیدونم فکر کنم. آره خب دیگه الان یه دونه بلاکم بذاریم دیگه بگر شده بود. خب بچه‌ها دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار. دکمه لایک هم بتره کنید. نه لایک ها رو بتره کنید. چیزم بذارید. کامنت هم بذارید. سابسکرایب هم منو بکنید که هر وقت ویدیوی جدید میذارم چنلمون بهتون خبر بده. تا اولین نفری باشید که ویدیوی منو میبینید. تا یه ویدیو دیگه بدرود.